کامی باید از زیرکترین تون کیه؟ اون جوابی را که پیامبر نازنین برای ما میتد که معلم بشریت است و میگد که معلم من الله هست، ما این جواب گفتن نمیتونیم. ما فکر میکنیم همین آدم زیرک، همین یک آدمی که مثال آدم ها را فریب داده بتونه میگیم بسیار زیرک است. پیامبر گفت که زیرکترین شما آن کسی هست که بیشتر مرگ یاد میکنه. آن کسی که بیشتر مرگ یاد کرد برادر عزیز، او را پیامبر نازنین گفت این آدم زیرکترین امت من به شمار میرود. زیرا کسی اگر در یاد مرگ باشه برادر عزیز، حالا ببین حضرت رجا ابن حیوه میگه کسی اگر مرگ زیاد یاد کند در قلب او حسد، بغض، کینه، عداوت جمع نمیشه. ولی همین بسیار همین بدبختی هایی که خودمان داریم در نسبت یکدیگر، این به خاطر اون است که ما مردن فراموش کردگیم. وقتی آدم از یادش مرگ فراموش میکنه به همه راهی بد و به همه بدبختی میرود. لیکن وقتی اگر در پیش نظرش مرگ باشد که اوخی این کردارهای ما، این رفتارهای زیشتی ما هم در جان کندن ما و هم خانه قبر ما در خطر دارد، این کار نمیکنه برادر عزیز.